سلام، خسته نباشید. از ایران تماس میگیرم. میخواستم بگم تفسیر قرآن و تکرار خواندن قرآن رو بیشتر کنید. تشکر از همتون. خدا نگهدارت. بسم الله الرحمن الرحیم. امیر حسین هستم، شیعه هدایت یافته از بلژیک. ضمن عرض سلام و ارادت خدمت اساتید بزرگوار، مدتی است میخواستم پیام بگذارم و مطلبی در مورد آقای محمد از یزد بگویم که بعد از مدت‌ها توفیق حاصل شد. ایشان در روز پنجشنبه در برنامه آقای سجودی، البته مربوط به شبکه کلمه است ولی به شبکه وصال هم ایشون تلفن میکنن، مطلبی رو در مورد گنبد بارگاه عنوان کرد که گرچه جناب سجودی به طور مختصر و موجز پاسخ ایشان را داد، ولی احساس کردم که با حجب و حیای ذاتی که آقای سجودی داشتن حق مطلب ادا نشده. این آقای محمد از یزد هر از چند گاهی به شبکه‌های توحیدی تلفن میکنن و استنباطات خودش را از آیات قرآن و احادیث و روایات بیان میکنن و در حقیقت شبهه پراکنی ایجاد میکنن و میروند تا مدتی بعد که دوباره مطلبی پیدا کنن و اظهار فضل نمایند. ایشان نه تنها به شبکه کلمه بلکه به شبکه وصال هم تلفن میکنند و افاضات میفرمایند، از جمله این که در زمان حیات رسول الله مهندسی پیشرفتی نداشته و رسول الله مبعوث بودند به مکارم الاخلاق و ارائه توحید و از مهندسی سررشته‌ای نداشتند و همین دلیل سقف مسجد مدینه با شاخه‌های نخل پوشانده شده بود و در موقع باران یا اتفاقات دیگر مسجد خیس میشد. در هر صورت چون بلد نبودند دیوارهای مسجد را که احداث میکنند سقف آن را با تیراهن و سیمان یا چوب مستحکم کنند و اصحاب رسول نیز جناب ابوبکر و جناب عمر و عثمان و حضرت علی این کاره نبودند، ولی آیات الشیطان‌های مذهب پوشالی تشیع که همگی مغزهای کوچک اما امامه‌های بزرگ دارند بلد بودند و توانستند گنبد و بارگاه‌های طلایی احداث کنند تا مردم به زیارت روند و جایی هم برای استراحت و حفاظت از سرما و گرما داشته باشند که به در نتیجه به کارهای شیطان‌آمیز خود را انجام دهند. و آقای محمد از جهت اطلاع نامبرده از چگونگی مهندسی عرض می‌کنم که اولا وقتی که پیامبر معظم اسلام وارد مدینه شدند و یاران و مؤمنان از مکه به مدینه مهاجرت کردند، از نظر مالی امکاناتی نداشتند و مردم مدینه به خصوص قبیله اوس و خزرج به مسلمانان جا و مکان دادند و اگر از ساخت و ساز خبری و اطلاعی نداشتند، افراد متمول و ثروتمند مدینه که اکثرا یهودیان مدینه بودند ساختمان‌های خوب و محکمی در حد مهندسی 1400 سال پیش داشتند. وگرنه چگونه حضرت علی قلعه خیبر را فتح نمود؟ آیا این قلا و ساختمان‌ها هم سقفی از نخل خرما بوده؟ در ضمن با آقای محمد از یزد عرض می‌کنم منافقانه عمل نکنید. من می‌دانم که ایشان به شبکه آقای الله یاری یا همان شیطان یاری تلفن می‌کنند و مطالبی را که این آخوند مکار منافق بیان می‌کند یادداشت کرده، سپس به شبکه‌های توحیدی تلفن می‌کنند. گاهی از صیغه دفاع می‌کنند و گاهی هم از مطالب دیگر که بینندگان بارها دیده و شنیدند. از ایشان تقاضا دارم که با صداقت مطالب خود را بیان کنند و در ضمن بگویند که دین خود را از چه طریقی به دست آوردند، جز اینکه از طریق این آخوندهای شیاد و مشرک و همچنین کتاب‌های اصول کافی و من لا یحذر و الاستبصار و غیره. لطفاً پاسخ دهند و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.